آیا به دنبال یادگیری زبان انگلیسی به صورت رایگان و آنلاین هستین؟ در این ویدیو قرار است یک کورس جدید و فوق‌العاده را به شما معرفی کنیم. این دوره آموزشی رایگان و آنلاین طوری طراحی شده تا به شما کمک کنه تا زبان انگلیسی را به شیوه مؤثر و جذاب یاد بگیرید. با محتوای متنوع و تحمل پذیر، این کورس مناسب برای همه سطوح از ابتداییت تا پیشرفته است. با ما همراه باشید و گام به گام مهارت‌های زبانی خود را تقویت کنید. برای شروع این کورس ها باید اپلای کنید و فرم ثبت نام را خانه پری کنید. اما چطور و چگونه؟ پس در این ویدیو با ما همراه باشید تا گام به گام همه مراحل را برای شما ارائه بکنیم. سلام دوستای عزیز، خوشحال هستم با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم. امروز قرار است فرصت های خوبی را برای دختر خانم های افغان به معرفی بگیریم. این فرصت از طرف زنای کانادایی برای زنان در افغانستان است، البته با همکاری دانشگاه ایالتی آریزونا که دوره های رایگان انگلیسی آنلاین را فراهم کرده است. اگر شما علاقه‌مند به یادگیری یا بهبود مهارت های زبان انگلیسی خود هستین، پس حتما این ویدیو را تا آخر با ما ببینید. فرصت اول را که برای شما به معرفی میگیریم از طرف زنان کانادایی برای زنان افغانستان، کورس آنلاین رایگان است. البته باید یادآور شد که پس از یک آزمون تعیین سطح شما در سطح مناسب خود قرار میگیرید و میتوانید با مطالب آموزشی متناسب با نیازهای خود ادامه دهید. سطح 1 تا 4 این سطوح شامل مکالمه روزمره، خواندن، نوشتن، صحبت کردن و دستور زبان هستند. این دوره ها برای کسانی هستند که میخوان مهارت‌های پایه‌ای یا ابتدایی زبان انگلیسی خود را تقویت کنند. سطح 5 تا 8 این دوره ها شامل تفکر انتقادی و نوشتن تحقیق اکادمیک هستند. همچنین مهارت‌های برای کار در محیط‌های حرفه‌ای که زبان اصلی آنها انگلیسی است آموزش داده می شود. این دوره ها توسط دانشگاه ایالتی آریزونا و با همکاری زنان کانادایی برای زنان در افغانستان ارائه می شوند. زنان و دختران از افغانستان واجد شرایط شرکت در این دوره ها هستند. برای شرکت در این دوره ها تنها نیاز است فرم آنلاین را پر کنید. اگر علاقه‌مند به شرکت این دوره هستید، می توانید با کلیک بر روی دکمه اپلای ناو در وبسایت زنان کانادایی برای زنان افغان فرم درخواست را پر کنید. بعد از کلیک کردن روی لینک شما را در این صفحه می‌آورد. در این قسمت هم شما جزئیات کل کورس را به آسانی دیده میتونید که برای خانم ها هست، زبانش انگلیسی و کلاً فری است. و در این قسمت هم سطوحی را که قرار است شما بخوانید ابتدایی است و یا هم به سطح عالی بر شما معرفی کرده. البته یادآور شوم تعیین سطح با اساس یک امتحان از شما گرفته میشه و بعد از اون سطح زبانتان تعیین میشه و شما در کدام لول باید درس بخوانید برای شما گفته میشه. خب وقتی میایم سر لینک اپلای کلیک میکنیم ما را میبرد در صفحه راجستر. دوستا این قسمت کلا موضوعات را که بیشتر برای شما معرفی کردم یک بار دیگه در این قسمت ها هست، هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی. شما میتونین به آسانی تمام مسائل را بخوانین و بعد از او که خواندین قسمت پایینی یک فرم تشکیل شده، ایمیل آدرس می نویسین، نامتان در این قسمت می نویسین، در این قسمت هم تخلصتان می نویسین و همچنان جنسیتتان، ایمیل آدرستان و همچنان شماره تلفن نمبرتان. میتونین از شماره واتساپ تانم اگر امکاناتش هست دارین بنویسین. در این قسمت سنتان تعیین میکنین که در کدام رنج میاد و این قسمت هم تحصیلتان که تحصیل لیسانس است، ماستر است و یا هم
فعلا مصروف تحصیل هستیم. قسمت هم شما لولتان انتخاب میکنین، کدام لول باید بخوانین. در این قسمت شما باید دلیل این که چرا در این برنامه میخواین اشتراک کنین باید بنویسید. با حداقل 100 حرف باید باشه. میتونین قبلا بنویسین، آماده داشته باشین و فقط کپی و پست بکنین. در این قسمت هم دکمه سابمیت کلیک میکنیم. بعد از اینکه سابمیت میگیم در این قسمت برای ما ذکر میشه که Register Interest for English Language Learning Course. Your response has been recorded. این پیام نشان دهنده این است که اپلیکیشن ما موفقانه سابمیت شد. با ما منتظر ایمیل آنها می باشیم تا بر ما ایمیل کنن و وقت تعیین کنن که کی باید امتحان بدیم و درس ها را شروع کنیم. تشکر از اینکه همراهی ما کردین. چینل ما را لایک و شیر و سابسکرایب کنین تا بتانیم ویدیوهای خوبتر و چانس ها و فرصت های عالی تر را بر شما معرفی کنیم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.